گفته ما این نکته مهم داریم به نام چسبندگی به ابزار. من میگم من شهودی ام، کسی غلط میکنه این سازمانم منم شهودی ام، همه بعد شهودی. اون نمیشه عزیزم. آدم ها متفاوتند. تو سازمان من هر کسی حسی نیست بره بیرون. نه، اون نظام ارزشیه. از اونجا به بعد دیگه بره بیرون نیست. از اونجا به بعد تو به این دلیل اون بالایی که بتونی آدم ها رو با هم کوردینیت کنی، بتونی تشخیص بدی الان بین این دو نفر که جلسه گذاشتی یکیشون بصریه، یکیشون مثلا شنیداریه. درست شد؟ برای این بعد وایس بفرستی، برای اون بعد همون وایس رو تو بدی، اگه خودت هم وقت نداری رئیس دفترت متن کنه، اون بعد 5 بار به این متن برگرده بگه اینجا گفت این، اونجا گفت اون. دو تا آدمن، فردا دو تاشون قراره با تو جلسه باشن. برای یکیشون وایس میفرستی، درست شد؟ برای یکیشون متن. یکیشون کجا حوصله یه دونه ضبط میکنیم، 5 تا همبند داریم تو جلسه، فردا ریپلای میکنیم برای همه. دو تاشون اصلا دیسکانکت هم با اون داستانه. بعد تو جلسه اون قسمت جلوتر بهتون میگم امر شخصی پیش میاد. یا یکشون برمیگردن مهندس گوش نکردی وایسای دکتر رو؟ بمب ترکید. حالا این از این به بعد دنبال یه آتو میگرده پوزتو بزنه. به همین سادگی. چرا؟ چون توی مدیر برای همه وایس فرستادی، بیان که یکی وایسیه، یکی دیداریه، یکی بعد 3 روز جلوتر بهش بدی، یه نفر 3 روز جلوتر براش این متن رو بفرسته کلا یادش میره. تو متفاوتن. گرفتید داستان چیه؟ دستتون اومد؟ پس بنابراین برای اینکه سطح تعارض رو در لایه مسئله یابی پایین بیاریم باید توجه بکنید آدم‌ها سبک‌های یادگیری و شناختی متفاوتی دارند. لطفاً اینها رو یاد بگیرید. بیا پایین. نه نشد. تو 1000 تا نیرو داری، با 1000 تاشون تو در ارتباطی؟ نشد دیگه. نشد. من با فرست رینگم در ارتباطم. من اینا اصلا اتفاقا اگر که تو بخوای بری اون نفر اون پایین، بعد مدیر لایه 3 چی کار کنه؟ یعنی بچه سوال درستی پرسیدا. خیلی وقت مدیران ما دچار خطا میشن. تو فکر میکنی که بعد من تا اون لایه پایین برم. تو دچار میکرو منیجمنت میشی. درست شد؟ زمان و هزینه از دست میره تا اون پایین. گنجایش حافظت مگه چقدره؟ گنجایش زمانت مگه چقدره؟ شبانه روز یک کارآفرین هم مانند کارگرش 24 ساعته. درسته؟ اتفاق بد، من میگم این میکرو منیجمنت بده. اتفاق بدتری وجود داره. مدیرات کوتوله میشن. یعنی چی؟ مدیری که الان تو اینجایی، اون تو لایه 3، این باید با پایین دستشون تمرینه رو انجام بده که آماده شه بیاد 2 بیاد 1 دیگه. تو وقتی این کار 4 رو انجام میدی، این ریستریکت میشه، نمیتونه لایه رشد مدیریتی رو تجربه کنه، این وسط حذف میشه. بعد تو 3 سال دیگه تو سرت میزنی که آدم نداری یه لایه بیاری بالا. سرپرستام خوبن مدیر میانی ندارم. چرا؟ چون میکرو منیجمنت کردی. گرفتید نکتهشو؟ همتون لمسش میکنید. پس برای اصلا من با فرست رینگ هم کار دارم، نه برای اینکه اون آدم اون پایین در شأن من نیست. برای چه چیزی؟ کار مهمتری دارم. مدیران پایین دستم باید مهارت حل تعارض رو در لایه‌های پایین‌تر تمرین کرده باشن تا رشد کنن بر اون بالای آماده شن. گرفتید داستان چیه؟ قبوله؟